سلام اومدیم با طراحی و جنسیت سازی پارچه خز. برای طراحی پارچه خز ما نیاز به مارکره. اگر دوست دارین رنگ خزتون این رنگ باشه که از مارکرهای مشکی، توسی و توسی‌های پررنگ و کمرنگ میتونین استفاده کنین که برای بیس کار استفاده میشه. ما اگر بخوایم ما بیس کارمون رو رنگ میکنیم. زمانی که بیس کار رنگ شد باید بیاین از مدادهای سفید مشکی و انواع توسی میتونید استفاده کنید که من حالا از مشکی شروع میکنم. برای اینکه بخوایم جنسیت سازی خزها انجام بدید، خزها به هر سمتی که هستن باید همون سمت مابقی خزها هم باشه. اگر قرار تغییر جهت بده خزها یا مثلا توی آستین ازش استفاده کنی یا یه جای دیگه ازش استفاده کنی، با از زمانی که دست تا میشه اون تغییر جهت انجام میشه. از بیس تغییر جهت انجام میشه و همینجور ادامه پیدا میکنه. با مداد مشکی شروع میکنیم خطهای پرتابی. دستمون رو میذاریم پرتاب میکنیم، رسم میکنیم. حتما هم باید نوک مدادی که میخواین استفاده کنین تیز باشه که خطوط پرتابی منظم‌تر و ظریف‌تری داشته باشه. اگه میخواین خزتون از مدلی باشه که خیلی خزهای کوتاهیه که مدادا کوتاه‌تر پرتاب میکنه و دوباره از زیرش دوباره پرتاب میشه، ولی اگر نه بخواین خزها خیلی بلندتر باشه پرتاب دستتون هم باید بیشتر باشه. زمانی که داریم واسه پرتاب خز انجام میدین دستتون رو به صورت ملایم پرتاب کنید، به صورت مستقیم پرتاب نکنید. یکم ملایم تر که دستتون رو پرتاب کنید خزتون حجیم تر میشه، پارچه خز حجیم تر میشه. اگر شما مارکر صفر ندارین که روی کارتون بکشید بعد خطوط سفید رو اضافه کنید، اینجوری یکم کارتون مداد سفیدتون زیاد نمایش داده نمیشه. شما میتونید از پاکن قلمی، پاکن مدادی استفاده کنید. با کاترتون نوک پاکنتون رو به صورت مورب ببرید و بعد بین کارهایی که انجام دارید میتونید خطوط سفیدی ایجاد کنید. ولی حتما باید نوک مدادی استفاده کنید. پاکنتون به صورت مورب بریده بشه که بتونید خطوط ظریف‌تری بندازید. جاهایی که دوست دارین سایه بیشتر باشه اون قسمت ها رو میتونید مداد سفید بزنید، یا حتی میتونید از خودکار سفید هم برای موهای سفید استفاده کنید. خودکار سفید، گواش سفید برای خطوط سفید که دوست دارین سفیدهای لباس بولتر باشه، از این روش هم استفاده کنید. بیس کارمون که همون توسی خیلی کم رنگ بود. بعد با مداد مشکی روش خطوط ایجاد کردیم، بعد با توسی خیلی روشن و بعد با مداد سفید دوباره خطوط ایجاد کردیم. این کار به صورت لایه لایه باید انجام بشه که کار یکم حجم پیدا کنه و برای پارچه خزمون قشنگ بشه. وقتی که شما دیدین که سفیدها رو زدین دیدین زیاده، میتونید بین سفیدها دوباره مشکی استفاده کنید. وقتی که ما جای لباس سایه میفته سفید کنار مشکیه و بعد میتونید شما لایه های سفیدی که ایجاد کردین لایه های زیرش رو یکم مشکی تر کنید که کار جلوه بیشتری بده. اگر شما مارکر صفر ندارین که روی کارتون بکشید بعد خطوط سفید رو اضافه کنید، اینجوری یکم کارتون مداد سفیدتون زیاد نمایش داده نمیشه. شما میتونید از پاکن‌های قلمی، پاکن‌های مدادی استفاده کنید. با کاترتون نوک پاکن رو به صورت مورب ببرید و بعد بین کارهایی که انجام دارید میتونید خطوط سفیدی ایجاد کنید.
ولی حتما باید نوک پاکونتون به صورت مورب بریده بشه که بتونید خطوط ظریف‌تری بندازید. و زمانی که از مارکر صفر استفاده میکنید دوباره یک لایه دیگه موهای خزتون رو میکشین، اینجوری کارتون به صورت حجمی تر نشون داده میشه و پارچه خز خیلی پفتری دارید.